ترامپ اژدها رو فرستاده سمت ایران. دراگون لیدی یه پرنده جاسوسیه که کابوس تموم کشور است. این هواپیما موشک شلیک نمیکنه، اما تو ارتفاع بالای 20 کیلومتر پرواز میکنه، جایی که دست خیلی از سامانه‌ها بهش نمیرسه. با دوربین‌های فوق دقیق و سنسورهای حرارتی هر تحرک نظامی رو ثبت میکنه و اطلاعات رو مستقیم به پایگاه‌های آمریکا میفرسته. گفته میشه حتی تغییرات حساس روی زمین و اطراف تأسیسات مهم هم از نگاهش دور نمیمونه. کنارش معمولاً RC-135 ریو جوینت پرواز میکنه، هواپیمایی که کارش شنود ارتباطات، رهگیری رادارها و جمع‌آوری سیگنال هاست. یکی تصویر میگیره، یکی صدا جمع میکنه. خلبان دراگون لیدی به خاطر فشار کم هوا باید لباس مخصوص فشار بالا بپوشه، شبیه لباس فضانوردی. هر وقت این دو کنار هم دیده میشن، یعنی یه مأموریت اطلاعاتی جدی در حال اجراست. به نظرت ایران میتونه با این سطح از تجهیزات مقابله کنه یا نه؟ تو کامنت بنویس و برای دیدن جنجالی ترین خبرای روز پیجم رو فالو کن.